سلام بچه‌ها، خوش اومدین به کانال یوتیوب ما. تو این ویدیو میخوام چند تا از عجیب غریب ترین رسمای جهان رو بگم که بعضیاشون واقعا ترسناکن. رسم افتادن دندان تو یونان. تو بعضی از فرهنگ‌ها مثل همین فرهنگ یونانی دندان افتاده بچه رو زیر بالش قرار میدن تا بچه بتونه در ازای دندان از دست رفتش از یک پری حالا یا یک فرشته پول بگیره. بعضی دیگه هم مثل همین ایران ما دندان بچه‌شون رو روی پشت بام میندازن تا بتونه براش خوششانسی بیاره که واقعا یک فرهنگ و سنت عجیب غریب محسوب میشه. رسوم عجیب دیگه‌ای که وجود داره زندگی کردن با اجساد مرده هاست. درسته، با مرده ها زندگی میکنن. بعضی از کشورها مثل اندونزی همچین کاری رو انجام میدن و واقعا مرده ها رو خاک نمیکنن، باهاشون زندگی میکنن. اونا اعتقاد دارن مرگ یه چیزیه وسط زندگی، واسه همین به مرده ها نمیگن مرده، بهشون میگن مریض. واقعا عجیبه. با مرده زندگی میکنن، جسدشون رو مومیایی میکنن که این جسد آسیب نبینه و سالم بمونه تقریبا. اونا اعتقاد دارن مرده حال آگاهی بیشتری نسبت به زنده ها دارن و نمیذارن که اونا آسیب ببینن و برای زنده‌هان دعا و نیایش میکنن. از مراسم‌های خیلی عجیب غریب دیگه‌ای که وجود داره مراسمی هستش به اسم ال کولاشو که مردها لباسهایی میپوشن که منتسب هستن به اهریمن و شیطان، قرمز و زرد رنگ هستن و به دنبال بچه‌ها میافتن، اون بچه‌های بیچاره هم از دستشون فرار کنن. تو بخش دیگه از این مراسم زنها بچه‌هاشون روی زمین میذارن و مردها از روی این بچه‌ها میپرن که خب خیلی خطرناکه، ممکن بچه آسیب ببینه. این جشن به خاطر این هستش که اعتقاد دارن مردم این مناطق که این کار باعث میشه که حالا شیطان و اهریمن از این بچه‌ها دور بشه و به سراغشون نیاد، که خب به خاطر خطرهای خیلی زیادی که وجود داره برای بچه‌ها یه خورده عوض شده که حالا یه خورده بچه‌ها امنیت پیدا کنن. یکی دیگه از آداب و رسوم به شدت عجیب جهان اینه هستش که بعضی از قبیله‌های حاشیه اقیانوس آرام برای تسکین دردشون انگشتشون رو میبرن، که مثلا پاپوا دنی که توی اندونزی هستن از این قبایل هستن. خب این که طرف بیاد خودش انگشت خودش رو ببره یه خورده قابل تحمل تره نسبت به این که وقتی رئیس قبیله میمیره همه باید این کار رو انجام بدن و حتی به زور انگشت بچه‌ها رو هم میبرن، که برای این کار اول میان اون انگشت رو حالا محکم میبندن با تنابی چیزی و بعد که جریان خون اون انگشت کم شد اون رو قطع میکنن. بعد هم برای اینکه اون انگشت عفونت نکنه آهن گداخته روی زخم قرار میدن که خیلی ترسناکه واقعا. از فرهنگ‌های عجیب غریب دیگه این هستش که توی بعضی از کشورها مثل همین کره جنوبی بچه که به دنیا میاد اون رو 1 ساله فرض میکنن. خب واقعا عجیبه دیگه. ما حتی دوران جنینی رو هم در نظر بگیریم بچه 9 ماه محسوب میشه نه 1 سال. ولی خب یه فرهنگی هستش که وجود داره و انقدر قوی شده که حتی واسه صدور شناسنامه و پاسپورت و اینام رعایت میشه. خب یک رسم خیلی عجیب دیگه‌ای که میخوام بگم این هستش توی بعضی از قبیله‌ها مثل قبیله پاپوا دیگه مشهوره به کار عجیب غریب. توی این قبیله پسرهاشون رو با ریسمان به درخت محکم میبندن. بعد رئیس قبیله یا اون پدر پسره میاد چوب رو توی بینی سوراخ بینی این بنده خدا فرو میکنه برای اینکه ازش خون بیاد. این کار اونقدر ادامه میده تا از هر دو سوراخ بینیش خون بیاد و میگن به محض خون اومدن از سوراخ بینی این پسر به یک مرد دلیر تبدیل میشه، که واقعا کم عقلیه دیگه. یه چیز ترسناک و عجیب دیگه که وجود داره اینه که ما خیلی راجع به آدمخواری خوندیم، شنیدیم، دیدیم، ولی خب همش داستان بود. ولی چیز خیلی ترسناکی که هست اینه که واقعا بعضی از قبیله‌ها، حالا مثلا مثل قبیله واراسوی آگوری توی هند و خب خیلی قبیله‌های دیگه، واقعا این کارو انجام میدن. پیرای قبیله رو که میمیرن گوشتشون رو خاک نمی‌کنن، جسمشون رو خاک نمی‌کنن، گوشتشون رو می‌خورن. بعضی وقتا وقتی که طرف توی جنگل گم میشه، زخمی میشه یا هر اتفاقی براش میفته، مخفیانه اون رو به محل زندگی خودشون میارن این قبایل و اون بنده خدا رو هم می‌خورن. خب یه رسم دیگه‌ای که باز توی هند وجود داره و هند از اون کشورهایی که خیلی رسم و رسوم عجیب و غریب داره اینه که دخترها با درخت ازدواج میکنن. چه دخترهایی؟ اونایی که توی ماه پهالگونه به دنیا میان، همون ماه مارس میلادی. میگن این دخترها شوم و نحسن، برای اینکه شومی و نحسیشون بره باید قبل اینکه با یک مرد ازدواج کنن با درخت ازدواج کنن. اینا حتما باید این کار رو انجام بدن. اگه این کار رو انجام ندن اعتقاد دارن که این نحسی زندگیشون نمیره، تا آخر عمرشون توی سختی و مشقتن. بعد اینکه حالا با درخت ازدواج کردن میتونن حالا با ازدواج دومشون با یه مرد باشه.